سلام. بارونه. ما وقتی میخوایم استر بگیریم تو روزهای بارونی خیلی زیاد در میاد. سلام. یه مقدار زیاد در میاد. یه دختری گفتش که ما 5 نفر اینجا وایساده بودیم. دختری گفتش که اون سه تا اونجا. یکی برگشت گفتش که من ماشینم میخوام پلیسی برای ما رو نه. سلام مجدد بهتون. همونجوری که دیدین من از دانشگاه اومدم. امروز فردای برگشتمون از سفر. میخوام که راجع به سفر توضیح بدم به خاطر اینکه اونقدری که باید ویدیو نگرفتم. اصلا اومدم که بهتون توضیح بدم چی شده و چه اتفاقی افتاده، ما کجا رفتیم، چرا رفتیم اونجا و اینا. خب ببینید ما رفتیم رامسر. رامسر چرا؟ به خاطر اینکه ما اصولا میریم دفعات زیادی میریم اونجا و علتش اینه که فامیلامون اونجا، یعنی کلا تمام فامیلامون اونجا. واسه همین ما مثلا اینجا تعطیلی بشه و مناسبتی باشه و اینا ما پامشیم میریم اونجا که در جوار در خانواده باشیم. خب ما رفتیم رامسر. کی حرکت کردیم؟ اتفاقا ویدیو گرفتم براتون که تو ماشین بودم و گفتم سلام و اینا میذارم براتون. الان سلام، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز همون روز راستش که من دارم ویدیو میگیرم. خب همینطوری که دیدید من سلام کردم باهاتون و ادامه ندادم ویدیو رو چون که می‌خواستم یه ویدیو دیگه بگیرم ولی صدام کردن بعد رفتم بیرون. خب نشد که اون ویدیو رو ادامه بدم، یعنی قرار بود که بهتون بگم سلام ما داریم میریم و فلان از این حرفا که نشد بهتون بگم. بعد ما رفتیم دیگه پیش خانواده بودیم و بیرون رفتیم اینور اونور زیاد رفتیم ولی دیگه پیش خانواده بودیم دیگه. میدونی مثلا اینجوری بودیم که بعد مدت ها هم دیگه بودیم، بعد نمیتونستم ویدیو بگیرم راستش. و یه جا رفتیم باقلوا خوردیم که از اونجا یه ویدیو کوچولو گرفتم. یه ویدیو کوچولو، این کوچولوه بچه‌ها، این دیگه از من کوچولو. یه ویدیو کوچولو گرفتم. رفتیم فروش. ببینیم واقعا جاهای زیادی رفتیم، جاهای زیادی نرفتیم ولی رفتیم جایی که من بتونم ویدیو بگیرم براتون ولی نگرفتم. آره یه 4 روز فکر میکنم اونجا بودیم. ما پنجشنبه رو افتادیم، جمعه و شنبه و یک شنبه اونجا بودیم. یک شنبه تعطیل رسمی بود، شنبه تعطیل نبود ولی ما اونجا بودیم. منم دانشگاه بچه‌ها گفتن خود اصولم کنسل کرد به این بود، تعطیل این بود. امروز دوشنبه است، فردای اون روزه که برگشتیم. یه مقداری رو هم من رانندگی کردم. اگه این رو هم نمیدونین من یه تایم نمیدونم چه مدتیه می‌نویسم اینجا چه مدتیه که من گواهینامه گرفتم و اون 1 سالش نگذشته که من میتونم از شهر خارج شم ولی من خارج میشم. تا خونمون رو من رانندگی کردم، تا از اونجا تا خونمون از یه 30 سنگان رو اگه میدونین همون اونجاها من نشستم تا اینجا. همین، واقعا دیگه اتفاق خاصی نیفتاد، فقط ویدیوهایی نگرفتم. اگه گرفته باشم میذارم براتون دیگه. تو تنهایی هر شب کنارت باشه من واسه در بدارم اومدم تو رو ببرم. از سفر ما به رامسر که باز هم اتفاق خواهد افتاد دفعه‌های دیگه‌ای هم انشاءالله که دفعه‌های بعدی من ویدیو بگیرم و نشون بدم اونجا رو. جای قشنگی داره دیگه، میدونید دیگه، شاید نمیدونید ولی حتما این کار میکنم. همین، فعلا هیچ اتفاق خاصی نشده. هر اتفاقی بیفته حتما شما رو در جریان قرار خواهم داد. با تشکر. خب صدای من دارین از دندون پزشکی نیستم البته، واسه ارتودنسی اومدم توسیش کردم. این چند وقت انقدر رنگی گذاشتم دوست داشتم که این توسی بیرنگ، یعنی بهش میگم بیرنگ نخواد، رنگی توسی. حالا دانشگاه بودم اومدم اینجا، بعد الان قراره که با مامانم بریم به دانشگاه کیانا اینا
اونجا با کیانا و میل کسی که اصلا ندیدینش قراره که بریم دنبال اونا و هم بریم بیرون. ما پیاده میشیم یه جا، در ادامه من همراه باشید. اینجا یه مقداری متروکه است. نه متروکه نیست ولی بهتون نشون شخص غایبمون غایبه همیشه یه بار حاضره. ها شاید این جمعه بیاد. خدا رو شکر. کلسومو بگو کلسومو بگو. کلسوم اکبری اسمه ساکن ساری. نه 13 تا بیه 4 بعد 15 بیه جنون دست نه نشونه قرص دامه قرص قند باحاله نمیدونم سانسور میشه باحاله تا اینجوری میکنه چیکار باحاله بچه ها ما اصلا این از کجا در اومدیم بیا ما این اصلا کجا بیمارستان اون بره داره خوش آدم های بی خود اول سیستیم که اشتباه اینجا اسپان شدیم نیتمون ضعیف گفتم اشتباه داریم میایم لایک خب ما اومدیم با مل کیا آره شبیه چطور بگیم اومدیم با نسترن بریم اومدیم بریم که یعنی هیچ جایی ناکجا آورد بچه این 5 چند 80 شد 165 لایک بگو لایک 80 بود 100 تومن بود 13 تاش 30 تومن 10 تا 15 3 تاش دونه 30 تومن بود بقیه‌اش دونه 15 همراه باشید با ما خوب شد هستره خیلی خوبه حتما تنگی کنید 2 تا خفن اثر ولش کن اینجا واقعا خوشی اینو داریم قیمت چشا این خیلی داره حال میده وقتی هوا خیلی سرده قیمت الان میدونیم اینجا داره میمونی میکنه تو خونه جای خوراکی ها رو دلش میخواد بدونه مامان کجا میذاره مامان از کجا برمیداره مامان از کجا چیپس یا شکلات خوراکی ها رو مامان اینجا میذاره چی میتونه خیلی مهمه چیز خوب نیست خیلی باحاله خوب شد که فهمیدم زود اگر نه مرده بودم حتی اگه یه دور از اینا خورده بودم جوری